من عرض کردم که در تهران معلم بودم. بله. من شبها مسافرکشی می‌کردم. در یکی از این شبها داشتم پایین می‌آمدم. خیابان پهلوی کالبش میگن ولی عصر. ساعت حدود 11:30 12 شب بود. از دور دیدم چراغ قرمز شد. بعد دیدم یه ماشین کورسی رنگ قرمز بود از من سبقت گرفت و سر چراغ سبز ایستاد. من دیگه پشت چراغ قرمز ایستاد. خجالت کشیدم که من برم. منم ایستادم. تا نگاه کردم دیدم که پادشاه مملکت اعلیحضرت. یه لحظه به نظرم رسید که خواهشی بکنم. شیشه پایین بود، هوا گرم. گفتم اعلیحضرت عرضی دارم. با صدای بلند چراغ سبز شد. گفت بیا جلو وایسا. ایشون رفت جلو ایستاد. من بلافاصله پشت سرش پارک کردم. رفتم احترام گذاشتم، گفتم که اعلیحضرت من یک معلم این مملکتم که دانشجو هم هستم و برای اینکه مخارج تحصیلم رو بدم مسافرکشی میکنم. آیا امکان این هست که یه ترتیبی اتخاذ بکنید که کارمندان دولت که درس میخونن شهریه ندن؟ از اون پرسید چه میخونی؟ گفتم زیست شناسی. گفتش که وقتی که تحصیل تموم شد میخوای چه کار کنی؟ گفتم اعلیحضرت من معلم بودم هستم و سپاهی دانشم بودم. من خیلی عاشق این کار هستم. من معلمم. میشم معلم زیست شناسی. گفتش که 2 ماه به من فرصت بده. همین. به من 2 ماه فرصت بده. و بعد به قول راننده ها گازش رو گرفت و رفت. با خودم گفتم این مرد از من نپرسید که تو اسمت چیه؟ کدوم مدرسه کار میکنی؟ فقط پرسید چه میخونی؟ و بعد گفت وقتی که تحصیل تموم شد میخوای چه کار کنی؟ گفت 2 ماه فرصت بده. من با این اندیشه رفتم خونه، به خانمم گفتم و اونم گفت که خب به همین خیال باش. خدا رو شاهد میگیرم 2 ماه بعد ناگهان اعلان شد که تحصیل در ایران در تمام مقاطع مجانی است. به دانشجویانی که احتیاج داشته باشن کمک تحصیلی میشه. کتاب مجانی. و بعد شروع کردن در دبستان و دبیرستان ها، اونجایی که من خدمت میکردم، یک وعده غذای مجانی به بچه ها بدن. من پایین شهر تهران سراسر مهرآباد مدرسه بود اونجا به اسم حسن کامرانوش، من در اونجا تو مدرسه راهنمایی داشتم درس میدادم. این پادشاه مملکتی بود که ما قدرش رو نمیدونستیم.